در این مکان غیر نان و نمک، خانه پر از نعمت، فراوانی های انواع غذا شما را باز عزت و اکرام و احترام به اندازه فرا میگیرد. بورک دستپروران بهترین مکتب خدمتگزاری، دستورخوانداری، آشپزی و قنادی را اینجا سرجم کرده است که همه‌شان در خدمت شمایند. درود بر شما. امیدوارم که خوبید. امروز من یک قصه جالبی رو در میان میگذارم که غم دارد، غصه دارد، اشک دارد. این قصه زندگی من است. من اول عذر میخواهم از همه شما چون قصه غم انگیز است، اما مطمئنم که دل دارید و در دلهای شما عاطفه است، مهر است، محبت است و من رو درک میکنید. چندین سال قبل ما خیلی جوان بودیم. من و یک همکاری نازنینم شور و شباب داشتیم. با انرژی در تلویزیون سفینه برنامه ها تهیه میکردیم. هر روز گیرودار، جست و خیز، دو تاز، نشر مستقیم و مدام از نشرهای مستقیم لایف روی اکران های تلویزیون می آمدیم و با بینندگان ارجمند درود می گفتیم. حتی از قهر مشکلاتی روزمره کوشش میکردیم که با تبسم به شماها درود بگوییم. فکر میکردیم که زندگی همین است و این قافله فعالیت های ایجادی ما به آخر همین طور می رود و زندگی نیز همین است، به خبر از اون که در یک لحظه می تواند همش تمام بشود. و همین طور هم شد. در یک لحظه همش تمام شد. من رفتم به یک سمت، همکاری نازنین من رفت به دیگر سمت، از هم جدا شدیم. دیگر اون جفتی که می آمد در برنامه ها، در نشرهای مستقیم بیننده ها رو درود می گفت نبود. خیلی دشوار است برای من حرف زدن در این خصوص، ولی چه علاج، زندگی همین شد. من رفتم و دنبال زندگیم، اون نیز به دنبال روز و روزگارش رفت. ولی عامل اساسی اینقدر سالها سکوت کردنی این همکاری نازنین من مریضی سرطان بود. همین گونه شد، گرفتار شد به مریضی سرطان و اینقدر سالها پی رفعی همین مریضی، پی معالجه‌اش گرد دنیا را گشت. چندین سال در امریکا بود، چندین سال دیگر در استانبول و بالاخره در یکی از کلینیک های نامدار شهر استانبول تا یک حد سرطان را معالجه کرد. با مرگ دست به گریبان بود. خوشبختم، خوشحالم که امروز تا یک درجه مریضی سرطان را مغلوب کرد و برگشت به صحنه هنر، به میدان هنر. مطمئنم دلفروز رو از یاد نبردید. دلفروز ستاره و همکسب عزیزی من، بعد سالهای طولانی سکوت، بعد این همه چسب و تلاش ها، بعد دست به گریبان شدن ها با مرگ، امروز مهمان عزیز و گرامی برنامه نگفته ها است. من سلام همه شما رو به دلفروز میرسونم. دلفروز جان، خوش آمدید. سلام مرزو. خب خیلی شادم از دیدار و سلام بینندگان عزیز، مخلصان گرامیم. از دیدار با شما خیلی خیلی شادم. شاید اگر شما تا یک حد اندازه خرسندی داشتید، ولی من شاید 100 مراتبه ها، هزارها مراتبه ها از آن زیاد خوشحال ترم. و پیشگفتار آرزو باز مرا برد سوی همان دار و گیر. کوشش میکنم راه افتاده نباشم. کوشش میکنم چون قبل
زنده دل باشم، از هر یک لحظه زندگی حلاوت ببرم. همین دیگر. میخوام که من سکوت بکنم و تو حرف بزنی. بودیلفروز تو میگویم چون که عزیز دلی من است. ما عادت کردیم در یک کارخانه کار میکردیم، در یک کارگاه با هم اینقدر روزها رو پشت سر کردیم. میدونم هرچند رابطه ما قطع شد، همه نقشه ها شکستند، همه لایحه ها شکستند و از میان رفتند، ولی رفاقت و عهد خواهری و برادری ما نشکست. واقعا درست. بله، اگر ما و تو همراه اگر با شما صحبت کنیم فکر میکنم یک بریر است، یک سد است و اون حس و اون احترام و اون محبت و اون رفاقتی که بود اون از بین می رود. درست است. منم نمیخوام رسمیت داشته باشیم در این برنامه، مثل دو رفیق، مثل خواهر و برادر صحبت میکنیم. خیلی شدم که دعوتم کردی. من دیلجان میگویم. در کارگاه هم دیلجان میگفتم. بله. اول میخوام از بچه هایت بپرسم کلان شدن؟ خیلی بزرگ شدن، شکر خداوند. دلناز جان چند سال شد؟ دلناز دیگر بزرگ است و 22 سال دارد. ختم کرده یکی از مکتب های بین‌المللی شهر استانبول است و بعدا در رشته تیپ اگر اشتباه نکنم الان در دانشگاه، بله، در دانشگاه یکی از بانفوذترین دانشگاه های شهر استانبول در دانشگاه البرونی تحصیل دارد. در رشته تیپ نیت دارد دکتری بیماری های زنانه، اکوشر گینکولوگ مامودویا و دکتری بیماری های زنانه باشد و بعدا اون خیلی یک نقشه های عظیم دارد و در این کار براش پیشرفت بردباری میخواهم. او میخواد کلینیک شخصی خود را داشته باشد. بله، او خیلی خیلی نقشه‌اش بزرگ است. دیگر فخر ما است. دیگر همزمان فعالیت میکند در وزارت تندرستی استانبول به حیث ترجمان سینخرونی، چون او الان در یک زمان میتواند با 6 زبان صحبت کند و ترجمه کند. فکر کنم در مسئله مبارزه با سرطان دلناز خیلی کمک کرد. بله، چون ما قبل از آن که در استانبول تصمیم جراحی را گرفتیم، قبلا ما در تاجیکستان در دوشنبه در نزد بانفوذترین طبیبان من طبابت گرفتم. خب یک مرحله از خروج کردن باز می ایستاد بیماری، بعدا باز دوباره خروج میکرد. بعدا با مرکز تحقیقاتی جان هاپکینز امریکا همکاری کردیم، از اونجا طبابت گرفتم. یعنی جراحی کردن یگانه راه بود و تصمیم گرفتیم در استانبول در یکی از کلینیک های خوب که با همین مرکز تحقیقاتی جان هاپکینز همکاری دارند، کلینیک انادولو است در شعبه انکولوژی. آنجا اول خیلی از تشخیص ها گذاشتیم، بعدا طبابت هم گرفتیم، طبابت قبل از جراحی. خب جراحی هم دیگر اونجا گذشت و طبابت پس از جراحی هم اونجا گذشت. خیلی خوشحالم که امروز با پا می ایستم، چون حالت هایی بود که به قول در عرفیت میگویند دیگر وصیت هامون را کرده بودیم. همین گونه کسی امید نداشت، حتی طبیبان. زبان خط نوشته بودیم قبل از جراحی که مبادا که یگان گپ و کار شد. خب دیگر ما خودمون با ریزاگی خودمون جوابگر خودت. بله، یعنی که ما ریزا بودیم، ولی دکتران ترکی و امریکایی در اصل تجربه خوب خود را نشان دادند. چون این یک پهلوی مسئله بود. مسئله دیگر این است که از خروج یافتن من بعد پیشگیری کرده شود. خب الان شکر خدا را میکنم که در حالت ریمیسیا قرار دارم و هر 6 ماه از تشخیص و طبابت میگذارم. بعدا اگر باز یکان استرس شد، باز یکان دپرسیا شد، باز ایمونیتت پس رفت، خب دیگر اون خروج کردن میگیرد. از این لحاظ مثلا رژیم داره. بله، رژیم است. پیاده راه رفتن، ایمونیتت رو قوی نگاه داشتن، در حالت خوشحالی بودن از همه مهمتر از همه. بعدا دیگر چی؟ با دپرسیا رفتیدن، زیاد برای هر چیز غم انگیز نشدن، همین است. دیگر از خود انسان وابستگی داره. دل چطور خوشحال میکند؟
چون گفتیم که در حالت خوشحالی باید قرار داشته باشید. سالمی فرزندانم. چون میگویند برای غیر از این دل باز چی چیزها میتواند تو را خوشحال کند؟ دیدن مخلصانم دوباره. چون واقعا من بودند سالهایی که تماما فراموش کرده بودم، یعنی با همین یک دنیای خود فرو رفته بودم. چرا گفتم فرزندان؟ چون واقعا وقتی فرزند به مادر میماند اون یتیمی را حس میکند. ولی زنهای قوی اراده دیگر چیند؟ اگر فرزند به پدر هم که ماند میتواند مهر پدر را داده تواند، ولی فرزند به مادر خیلی اذیت میکشد. فکر میکنم که همین گونه است. از این لحاظ پیش نظر اول فرزندان اومدن، بعداً خودم. چون من در زندگی همین گونه بودم. همه وقت و همیشه برای من خوشبختی اطرافیانم مهمتر از آن بود که من خوشبخت باشم. یعنی من بارها از خوشبختی خودم گذشتم که دیگران را خوشبخت و خرسند کنم. دیلافروز، خزینه عمل جراحی گران بود؟ بله، خیلی گران. جراحی است. جراحی عادی نیست دیگر. خیلی گران بود. داشتین خزینه را؟ یک کمی پسنداز بود برای خرید کردن خانه استقامتی، منزل استقامتی. دیگر اون رفت. سلامتی از همه مهمتر است و ارزشش بی‌بها است. بگذار که صدها خانه ها بروند، بگذار که صد هزارها دلار و یورو ها بروند، ولی سلامتی را خریدن خیلی خیلی مشکل است. این خزینه‌ای که برای خانه جدا شده بود رفت در عملیه جراحی. بله، همین گونه شد. با انسانیت دو نعمت داده می شود، چون بزرگان میگویند یکی سلامتی، دیگر وقت خالی. در جوانی به هر دو این نعمت به قدر و قیمت این نعمت نمیرسه. آدم هر چیزی که از دست داد بعداً به قدر و قیمت آن میرسد، به خصوص سلامتی. من فهمیدم که واقعاً اگر سلامتی نباشد دیگر چیز جای آن را گرفته نمیتواند. درست است. خیلی چیز مهم است. دیلافروز، برمیگردیم به گذشته ها. بارگاه هنری همان رو ترک کردیم. من سفینه رو در نظر دارم، تلویزیون رو. در حال به خارج رفتید؟ بله. پیشنهاد شد که میتونیم در امریکا کار کنیم، فعالیت کنیم و یک مبلغ معین جمع کنیم. هدفم همین بود. هدف بود یک مهلت در اونجا فعالیت کنم، خوب کار کنم، یک مبلغ جمع کنم، باز هم برمیگردیم سری منزل استقامتی خوب بیام دیگر خرید کنم. این در رو ما هممون داشتیم. بله. همین بود سبب. سال اولی فعالیتم نه، سال دوم بود، سال 2013 بود فکر کنم. از اونجا علاقه سوژت ها آماده میکردم، از زندگی دانشجویانی که در امریکا هم تحصیل میکنند و هم زندگی به سر میبرند، خوب به خانواده هاشون کمک میکنند. چند گزارش هم آماده کرده بودیم همراه هم سابق همکارمون در سفینه، منوچهر احمدخانов گزارش رو بودند. همین گونه دیگر. رفتی به امریکا و در حال به گزارش سازی گذشتی، اما خرج و مرج و خزینه این گزارش رو که پرداخت میکرد؟ خودم چون کار میکردم، هم شبانه روزی کار میکردم. در اینجا؟ بله. خب یک بار ترک تلویزیون خیلی مشکل افتاد. دیلافروز، گفتی که در جای دیگر کار میکردی و با پولی درآوردت گزارش میساختی. در کجا کار میکردی؟ پوشیدن است که هر اون نفری که به امریکا سفر میکند در حال رفته در آفیس ها و در کارخانه های دولتی کار کردن نمیتواند. دیگر کاری عادی است. من شروع کردم اولا از مربیه کودک، چون من خودم دیپلمم آموزگار است و این برای من آسان بود با کودک کار کردن. بعدا شروع کردم با کار پرستاری به زنهای پیرانسالی که بستریان، یعنی از جای خسته نمیتوانند. با آنها نیز برام خیلی خیلی کار خوب بود، چون برایشان زیبایی فرهنگی تاجیکی را، دینمان را معرفی میکردم که چگونه ما مشفقیم. یعنی ما هیچگاه پدر و مادرهایمان را وقتی پیرانسال شدن به خانه پیرانسالان نمیبریم و کسی را کرایه نمیکنیم که بیا پرستاری مادری مرا کن. ولی در آنجا همین گونه است، چون کار میکنن هر لحظه پول است برای امریکایی ها.
آنها نیاز دارن به پرستاری که اما دولت خیلی خوب پرستاری میکند پیران سالان بله بله خیلی مبلغ‌های خوب جدا می شود. دیگر با همون کمپیرک‌ها بند بودیم. چیکار میکردید؟ دارو میدادید؟ بله. غذا میپختید؟ نه غذا نه، چون آنها همگی در دیت بودن. با یک کمپیرک طول 1 سال او را نگهبانی میکردم، شبانه فقط. اولین کاری که بود داروهایش را میدادم، فقط یک کم ترک یا کفیر می نوشید از همین چیزها، چون بیماری وزنیم داشت. داروهایش را میخورد، لباسش را عوض میکردم، بعدا مویهایش را شانه میزدم، صحبت میکردم همراهش. خب بعضا وقت اگر خواهش داشت آرایشش میکردم، چون نفری که بیستری از دائما بیمار است میبرداشتیم. خب در همون بله، و نه آنقدر دارو و درمان، آنقدر سخن شیرین به آنها ضرور است، مهر. بله دیگر صحبت میکردیم، شب میشد یکم از پایهایش مساژ میکردم، از دستهایش خوب مالش میکردم، همین گونه یک صحبت دیگر خوابش میبرد. همین گونه تا پگاهی. خودی رسان میکنم دیلافروز گفت آموزگارم، آره آموزگاری در رشته آموزگاری تحصیل کرده است و آموزگاری زبانی انگلیسی است. بله. و همین خاطر در آمریکا فکر میکنم که با زبان مشکلی نداشت دیلافروز. این یک. دوم گفت که کودک ها رو بانی میکردن. دیلافروز در همین سفینه هم کودک بان بود. با آزمون‌های ما در نشر مستقیم آزمون‌ها را راه اندازی می‌کردیم. طول 3 ساعت در نشر مستقیم به ایست گفتگو می‌کردیم و حق نداشتیم که یک خطا کنیم. بله. حق نداشتیم. در اون نشر مستقیم نورسان زیادی می‌آمدن. صنف 8 9 10 اداره دیلافروز یک بخششگاهی نورسان و جوانان را می‌ماند. خیلی زیاد بودن. من نمی‌دونم سر من ویران می‌شد از این همه شروع مقال، اما دیلافروز به همه آنها تعلیم می‌داد، تربیت می‌داد، سخن گفتن را با نطق برو حرف زدن رو یاد میداد. من فقط میگفتم که آفرین، احسن، دیگر هیچ. خوب با تربیت کردن شاید این حالا شاگردانمون خیلی زیادند. بله من دیدم خیلی موافقم. صبرینا، بله، فاروق، بحردین، بله، فاطمه، بله خیلی زیادند شاگردانمون. دیلاشوب. بله این نفران. برخی از آنها کار میکنند، برخی دیگر رفتند به دنبال زندگی هایشان. به هر صورت خاطرات خیلی جالب باقی ماند از سفینه. دیلافروز موهای کوتاه داشتی. بله. شیک میپوشیدی، برندهای خیلی گران ارزش جهانی رو میخریدی، جلوه میزدی. شاید که سن و سال است، شاید که تجربه زندگی است. دیلافروز ولی یک باره شد همه‌اش. حالا گفتی که سن و سال شاید یکی از سبب‌های دیگر شدن اندیشه هایت باشد، اما چی سن و سال؟ خیلی جوانی، هنوزم خیلی جوانی. لطف داری آرزو، راجع به سن و سال حرف نزن. همون دیلافروز، همون زیبایی، همون چهره زیبا، همون چشمان شهلا، هیچ تغییراتی در چهرت نمیبینم. ولی با چی خاطر گفتم که یک باره شد و میخواستم دقیقاً بپرسم که این انتخاب خودت بود یا تحمیل از طرف کسی؟ نه. شوهر؟ نه. خانواده، عزیزان؟ اصلا خب خصلت من همین گونه است که کسی به من فشار آورده نمیتواند. هر آن کسی که کوششی به من فشار آوردن میکند در حال جای خود را در مییابد. و هر تصمیمی که در زندگی گرفتم تصمیم خودم بود. چگونه عزیزان، نزدیکان، رفیقان، اهل خانواده برخورد کردند؟ درک کردند یا نه؟ پدر و مادرم چون پرورده دوره شوروی هستند، برای آنها قابل قبول نبود. ولی باقی مانده دیگر عادی. بدیلارم چی؟ اون هم میگه تصمیم خود است، کاری خودت است. یعنی دلناز بزرگتر بود، میفهمید؟ بله. اون زمان دلناز چگونه قبول کرد؟ او هر تصمیمی که من میگیرم او جانبداری من است. در یگان حالت با من بحث نمیکند، میداند. میگه اگر مادرم گفتن که همین راه درست است، یعنی که همین راه درست است. بله. میخواهم که از صحنه دور نباشی، از میدان هنر دور نباشی و بازگشتت برای من خجسته ترین
حادثه سال 2024 بر 25 بود، در تحویل سال، حلول سال بود. این خبر رو به من وقتی که رسوندند بلو پر برآوردم، شتافتم، آمدم در مسیر شهر دوشنبه یک جا با دلافروز نشستیم و خوردیم. تصمیم از طرف باز هم خودت گرفته شد برای دوباره به میدان هنر آمدن؟ اگر بگویم برگشت من یکی از رشته های طبابتم است. همین حالت ریمیسی است و حالتی که باید مبارزه ببریم با خروج بیماری و توصیه قاطعانه طبیبان بود. تاکید میکردن تو باید با یک کار شغل داشته باشی که آن تو را خوشحال کند و بیشتر فکر و اندیشت جانب همون شغلت باشد، با چیز بند باشی که فکر نکنی وابسته به مریضی، وابسته به پسایندهای آن چی می شود چی نمی شود. خب دیگر همه میدانند، اون نفرانی که این بیماری را پس سر کردن میدانند که هر لحظه به فکر آمدن میگیرد خب چی می شود چی. برای اون که هر یک نفری که گرفتار بیماری سرطان است هر صبح که از جا برمیخیزد او به اندازه شکر میگوید که شکر که این صبح هم خستم، این صبح هم بیدار شدم، زنده سلامتم و گرد و اطرافیانم همراه هم هستند. بله، از همین لحاظ طبیبان خیلی خیلی زیاد تاکید کردن و این تصمیم در حال گرفته نشد از جانب من. یعنی طول یک سال آخر همین گونه من می شود، چون من زیاد اندیشه کردم، فکر میکنم شاید بازگشت آنقدر رزونانسی خوب ندهد یا خود بعداً با توصیه نزدیکانم. ولی یک سوال دلافروز، بازگشت، قصه گویی ها، غزل سرایی ها، شعرخوانی ها شادت میکند؟ به حد لذت میبرم، حلاوت میبرم، چون من از کودکی هنوز قرائت شعر رو خیلی دوست می داشتم. چون من تحصیل کرده مکتب رقم 23 پایتخت هستم، ناحیه شامنسور، قبلا راه آهن. هنوز از صنف 1 و 2 از همین صنف‌های پایانی در آزمون غنچه های صنعت اشتراک می کردم و حتما جای اول رو می گرفتم و اگر جای دوم می بود اون از آن من نبود. من حتما کوشش می کردم که جای اول رو سزاوار باشم و همیشه صورتی من در دستگاه فخری مکتب بود و حتی در کامنتاری ها خوندم که چند نفر از هم مکتبانم نوشتن که تو فخری مکتبی ما بودی. و یاد دارم چون دلارم از من 4 سال بزرگتر است، من شعرها از کتاب ادبیات او حفظ میکردم. صنف 3 بودم، او صنف 7 بود. داستان غلبه تانیا بود، وظیفه خانگیش او باید اذیت میکرد. مادرم با او مشق میکرد که اذیت کن تا فردا در درس جواب داد. من اذیت کردم، صنف 3 بودم این داستان رو. بله. بعدا در آزمون اشتراک کردم، خب در آزمون مکتبی، بعدا ناحیوی، خب شهری و جمهوریوی. و هر باری که روی صحنه می برآمدم یاد دارم در آزمون جمهوریوی بود، صنف 3 بودم، من خردک بودم، نه جنسک بودم ولی 2 تا بانت کلان داشتم در سرم. یاد دارم در همون داستان میگن پرانید مرا کشید با آب اندازید، اما بدانید که خلق من نمیمیرد، او انتقام مرا میگیرد. بعدا همه ساکت، میبینم یک نفر به نهایت با یک چشمای پرمهر نگاه میکنه، میگن گریه میکنید با مردن من اما شادم از انسان مردن. در راه وطن مردن زندگی است، مردن زندگانی در بندگی است. یعنی همین گونه میبینم یک نفر با صدا، یعنی در قطار اول مادرم گریه میکنن، یعنی من خورده کاک میگم بکشید مرا پرانید. یعنی همین گونه خیلی 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 قرائت شعر رو دوست می‌داشتم و هیچگاه شعرهای کوتاه اذیت نمی‌کردم، داستان‌ها اذیت می‌کردم. یعنی الان خیلی ضعیف شده از قوه حافظم. زبانی عربی رو یاد گرفتی؟ چون با امر تقدیر برای طبابت کردن بیماری جگر سفر داشتیم به یک قطار دولت‌های عرب، چون آنجا با شیر شتر طبابت میکنند و طبابت طول 40 روز ادامه می‌یابد، چون
саҳари барвақт бояд аз ҳамин шири шутур истеъмол карда шавад. ҳамин гуна 40 рӯз, баъдан боз 20 рӯз таваққуф, боз ҳамин хел. Аз ҳамин сабаб тӯли як муддат мондам ва новобаста аз он ки дар кадом ҳолат будам, яъне беморӣ хуруҷ дошт ё ин ки не, бекор нишастанро дӯст надоштам ва роҳ овардам барои омӯхтани забонҳо, чун омӯзиши забонҳо баром боз ҳам ҳаловат мебахшад. Хеле дӯст медорам забономӯзиро. Пардохтам ба омӯзиши луғати арабӣ, грамматикаи арабӣ, чун грамматикаи арабӣ ҳар нафаре ки забонро медонад хеле мушкил аст. онҷо ба 2 нафар муроҷиат дигар гуна аст, ба 3 нафар, ба як гурӯҳ дигар гуна аст. ба зан ҷудо аст, ба мард ҷудо аст. бале, ҳамин гуна аст. хуб, оҳиста оҳиста гуфтам, вале хатм накардам, чун табобат ба анҷом расид, баргаштем. аммо ёд гирифтӣ? як кам. формула, қонун ва қоидаи шеърсозӣ моли араб аст. вазни арӯз бо ҳамаи баҳрҳояш. мехоҳам ягон шеъраке бо забони аъроб ин лаҳза тақдими бинандаҳои азизи мо бикунӣ. хеле кӯтоҳ аст. бошад. хурдакак аст. қурбон. ишкол надорад. яъне достон нест. ишкол надорад. я ман аҳаббака қалби ант ҳаяти ва тибби ва ин ғобт анни ва ла астатиъу ҳабиби. тарҷумааш яъне ки о он нафаре ки қалби маро бурдӣ, ту ҳаёти мани ва нафаси мани, ва агар аз ман рӯй гардондӣ, ин қалб дигар касеро қабул карда наметавонад, яъне бе ту наметавонам. ҳамин гуна аст дигар. дилафрӯз инро барои кӣ гуфтӣ? инро хеле дӯст доштам, вале барои касе нагуфтам. ҳамин 100%. чун фикр мекунам ишқ воқеан дурӯғ аст. ишқ ҳақиқат надорад. он ишқ нест он нафароне ки мегӯянд ман ошиқи касе ҳастам. чист пас? одат ҳамин аст. бозам наметонам, ҳар кас ҳақ дорад андешаи худро дошта бошад. ман барои чӣ гуфтам, чун гуфти ин шеърро барои ки қироат кардӣ? Чун ман дидам дар адабиёт хеле шеъраки хурдаке, осонаке ва аслан вақте ки забони арабӣ, бале, вақте ки забон меомӯзӣ, ҳамон ҳарфҳое ки махраҷашон барои талаффузашон барои мо андаке мушкил аст, дар дарс яъне ҳамин ҳарфҳоро ки зиёд машқ мекунӣ, агар бо шеър хонӣ дар рафти сухан гуфтан осон мешавад. воқеан агар забонро як муддат такрор накардӣ, азёд мебарояд. чун ман низ як муддате доираи муоширатам хеле маҳдуд буд. фақат фарзандона? бале, ҳамин гуна. ва баъд аз баргаштам, вақте мусоҳиба мекунем, шояд ҳис шавад ин лаҳзаам ки аслан ҳис намешавад, куллан ҳис намешавад. ҳамин тавр. фикр мекунам ки ҳамеша будӣ ва ҳеҷ куҷое нарафтӣ баъди ин суҳбатҳо. ин 15 солро дар як лаҳза намедонам куҷо бурдӣ Дилафрӯз. хеле шодам, вале фикр мекунам боз ҳам фонди луғавиам коста шудааст. як каме болои худ кор кардан лозим аст. аммо садо худо додааст. садои Дилафрӯз худо додааст. ин садо бетакрор аст. аҷаб садои махмалину зебо дорад Дилафрӯз. мо ҳатман баъд аз ин барнома ҷудо таронахонӣ ва шеърхонии Дилафрӯзро алоҳида сабт мекунем ва пешкаши шумо месозем. фикр мекунам ки ҳаловат мебаред аз лаҳни хеле ширин, шево ва равони Дилафрӯзҷон. мехостам сипос гӯям барои он сабте ки қаблан карда будем. бале, инқадар ба ҳаводорон писанд омад тарзи қироатам, вале бадоҳатам буд. ёдорӣ? бадоҳатам буд ва наворбардори ҳирфаӣ набуд. نه چرا به‌نهایت ثبت عالی بود. من حتی گمان نداشتم که این گونه ثبت میشود، چون من سالها از کامراها دور بودم و فکر نمی‌کردم که سطح ثبت تا این حد بالا شده باشد. ولی از این هم بالا خواهد شد بعد از این، چون که با ما نواربرداری حرفه‌ای رقم 1 تاجیکستان است امروز. شهرا جان. بله
با شهرت همکاری داشتیم وقتی سفر داشتیم با ایران. اونجا نمایشگاه کتاب بودن شده. نمایشگاه کتاب بود، یک فیلم خوبی هم برداشت کرده بودیم. یک بیته که اونجا خوندی که در خاطر شهرت نقش بست. 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمی یک کوچه. از مولانا است. دیلافروز با این IQ و با این عرفان و دانشی که دارد نو اینستاگرام شد. راست است قبول دارم. هر چیزی که راست است اون درست است. و این هم با پافشاری منو با کوشش های دلناز دختری دیلافروز. بله. من اینجا نوشته میکنم صفحه اینستاگرامی دیلافروز رو. درایت یکی از فالوورهای این صفحه باشید، دیلافروز رو در این مسیر دستگیری بکنید. بعد بازگشتش به میدان هنر تمام مراسم و مجالس و محافل شما با کلام ناب دیلافروز رنگ و جلوی دیگر میگیرد. سپاس. واقعا همون شامی که صحبت داشتیم و گفتی باید صفحه اینستاگرام کشوی، بعدا با دلناز گفتم، دلناز میگه من سالها است که به شما این گپ رو میگم ولی من واقعا استفاده برده نمیتوانم. کم یاد نگرفت؟ اکنون در فضای مجازی فعال شده ایستادم. اگر به کسی نتوانستم سری وقت پاسخ بگویم معذرت. قبلا امید دارم به نزدیکی و به زودی خیلی فعال میشوم. دویم فکر میکردم که دیلافروز رو بردند در یک جای، دروازه های دنیا رو برویش بستند و بعد از 15 سال این دروازه ها رو کشیدند که دنیا دیگر شده است. یعنی دنیا، این تکنولوژی پیش رفت، دنیا اصلا دیگر شد. آدم ها سلفی میگیرند. در وقتش ما حتی شرم می داشتیم که سلفی بگیریم، خودمون رو عکس برداری کنیم. شرممون می اومد چون که دیلافروز در پردازخانه 3 ساعت پرداز میکرد، خط و خال، اشوه و ناز می اومد تیار. 4 دوربینی نواربرداری از 4 طرف رو عکس برداری و فیلم برداری میکردند و 4 طرف با ناز و با سبک استایلی به خودش خاص سخنرانی میکرد. هیچ وقت ما نمیفهمیدیم که زمانی ما خودمون رو با تلفن، با این اندروید ها و با این سمارت فون ها عکس برداری میکنیم. و همین چند روز پیش دیلافروز رو پرسیدم، گفت نه من شرم میدارم، تو هنوز نمیکنم این کارو. واقعا همین گونه است. من نمیتوانم که خودم را ثبت کنم و بعدا باز خودم با خودم صحبت کنم. حالا عادت میکنم. مطمئنی؟ فکر نکنم، چون واقعا عادت کردیم. وقتی ما وارد تلویزیون میشدیم و آن روزی که ثبت داشتیم حتما پردازخانه میرفتیم، یک نفر او رو پرداز میکرد، کارگردان آواز است، میکروفون برایت میموند، دیگری نور میموند، سومین دیگر کارگردان بود. همین گونه عادت کردم که من مینشینم یا اینکه من راست میستم برنامه میبرم، دیگر نفران کار میکنن گرد اطراف. اینجا شعر خودم، آهنگ خودم میسرایم، با خودم کامنت مینویسم. خودشان دیدم که نورهای مخصوص برآمده بوده است برای سلفی. نور میمونند خودشان، ماسک‌های مخصوص. همین گونه است. بله. حتی این چین و چروک و جنگ ها رو نیست میکنند، این فیلترها یعنی. و یاد دارم زمانی که در اداره برنامه‌های اطلاعاتی تلویزیون تاجیکستان فعالیت میکردم، اول در بخش ترجمانی بودم، خبرهای خارجی یعنی ترجمه میکردیم، تنها صدا میرفت. بعد از آن شروع کردم با آماده کردن گزارش ها و اگر استنداپ می بود 2 تا می بود، 1 تاش میرفت حتما. بناگاه از نزد کادر گذشته اون حتما قیچی میشد، چون که ما رو در همین فضای به خود نمایشدهی بند نشدن تربیه کردن. یعنی باید ما هیچگاه به خود نمایشدهی راه ندهیم، یعنی حد و حدود خود را داشته باشیم. دیگر تربیه تلویزیون است. مکتب تلویزیون است. بله، دیگر شدن خیلی مشکل. اون زمان ها حتی به توی مراسم ها رفتن اونقدر اجازت نبود. برای بارها حتی در سفینه بودیم، یاد داری هر مجلس راست میمونه شما توی رفتید. خب میگفتیم احتیاج داریم دیگر باید مثل گناهکارانی که جنایت صادر کردند سرمان رو پس کردن می ایستادیم. بله. ولی الان دیدم برای کارگران حتی تلویزیون خیلی ماهرانه سلفی میکنن، برآمدهایشان رو از چاره‌بینی ها. ما در محفل بخت
من گفتم خیلی مردم پیشرفته شدن دیگر. اون زمانهایی که سرخم میکردیم روزهای دوشنبه در مجلس و عذرخواهی میکردیم، بخشش خوب پول لازم شد به توی رفتیم. همین گونه الان این گونه نیست دیگر. دورنما پرسپکتیوا چگونه؟ دارم یک پروژه برای بمانیم، البته با دستگیری تو، چون من تنها دیگر قدم گذاشتن نمیتوانم. این برنامه را که تهیه کردیم بعدا همین گونه سلسله برنامه ها با اشتراک دلافروز ستارова راوی، ژورنالیست، سخنور نامدار تاجیک پیشکش شما می شود و حتما این برنامه رو ما تشویق و ترغیب خواهیم کرد در شبکه های خودمون. و دلافروز موفقیت تمنا میکنم و سوالی از همه مهم رو میخوام پیشکش کنم. در گرد و بر سر و صداها هست که دلناز ازدواج میکند. بله، علاقه خواستگاری شد و با شناس کردن این دو کس، هم داماد شونده و هم دلناز، با یک موافقه رسیدیم. نصیب کرده باشد تابستان، وقتی که این امتحان تابستان را سپارد، مراسم توی میکنیم همراه. امید دارم که تا اون وقت زنده و سلامتیم. انشالله. بله. دلناز آفرین. محض دلناز از همین ورطه سکوت دلافروز را برآورد، احسان ها به نامش. دیگر دختری مادرش است. بله، اکنون مسئله عروسی دلناز یک طرف. در مسئله برنامه کنجکاو شدم. در کدام ژانر میخواهی که این برنامه باشد؟ ژانر اطلاعاتی، ژانر تاک شو، چگونه این برنامه چگونه خواهد بود؟ خیلی ژانر اطلاعاتی را دوست دارم و اولین قدم های هم با همین مقصد به تلویزیون تاجیکستان بود. با آزمون نطاقان تلویزیون تاجیکستان آمدم و با پیروزی آن را نگذاشتم. پیشنهاد شد که گفتم، وقتی پرسیدم دیگر کاری نیست، گفتن هست، به حیث کارساز در اداره برنامه های اقتصادی راضی شدم. در رفت کارم به حیث کارساز در اداره برنامه های اقتصادی با همکاری را با اداره برنامه اطلاعاتی براه ماندم. بعدا گذاشتم به این اداره. کارساز یعنی چی؟ کارساز یعنی برای درخواست نوشتن برای کامیراها، فیته ها را از این بنا گرفته به اون بنا نزد ژورنالیستان بردن که آنها تنظیم میکردن. خلاص همین کارها. وقتی تلویزیون سفینه گشوده شد، ما هنوز از ساختمانش دست داشتیم، هر هفته برای حشر می آمدیم و گذاشتم به اداره برنامه های اطلاعاتی نوید در تلویزیون سفینه، هم به حیث نطاق و هم به حیث محرر. سوژه ها آماده می‌کردیم. سرمحرر هم بود یک زمان. سرمحرر بعداً در اداره برنامه های جوانی، زیبایی و ورزش. بعد از آنکه تحصیل را در ژاپن به انجام رسانیدم برای یک کورس از جانب جایکا بود. بله. من هم با جایکا ژاپن رفته بودم. بله بله. شروعی خیلی زیبا داشتی. برنامه اطلاعاتی رو یادم هست. میشود که این رو تکرار بکنی حالا برای بیننده ها؟ البته در نوید. بله. خب با یک اعتماد قوی در استودیو نشستم، پوسک از آنجا کارگردان پوسک در افیریم. من هم تازه ترین خبرهای روز در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی نوید در استودیو دلافروز ستارova. سلام، سرخط خبرها. دانستم. خیلی جالب، خیلی جالب. من رفتم به همون زمان. یعنی میخواهی که این پروژه هم لایحه جدید هم همین گونه استایل داشته باشه؟ خیلی میخواستم همین گونه، ولی در رفت آماده سازی باید ببینیم که چگونه است. بله. دلافروز، خیلی سپاس. بازم خوشحالم که با چنین آغوش گشاده، یعنی هم تماشابینان هم مخلصان، شما عزیزانم مرا استقبال گرفتید، اینقدر دلبرداری کردید، در برم هستید. یعنی در نظر دارم تمام گروه ایجادی رو و بخصوص به تو سپاس و به هر آن نفرانی که طول همین مدتی که اندکی دور بودم توسط نزدیکان و پیوندانم به من سلام میفرستادند و امروز به هر یکی شما عزیزانم سلام و درود صمیمی خود را میرسانم. همه سلام های شما را به من میرساندند، به دیده قبول میکردم، علیک هم میگرفتم. ولی امروز از اینجا
برای همه شما صحتی کامل را خواهانم. هیچگاه بیمار نشوید. واقعا دیلافروز واقعا خالی بجوید. این خالیگاه رو اکنون باید پر کنیم. با برنامه‌های جالب و دیدنی این خالیگاه باید پر شود. کوشش میکنیم و همگان باز کف بکوبند، احسن بخوانند به دیلافروزی ما. دوستان در زیر فکرهایتان را بنویسید راجع به آمدن دیلافروز، راجع به صدای دیلافروز، راجع به بازگشت دوباره دیلافروز بنویسید. ما حتما میخونیم. من هرچند عادت کردم به نوشته های شما، زیشت می نویسید، زیبا می نویسید، من قبول میکنم. اما دیلافروز در این مسئله حالا هم پایبندی همان تربیت اکادمیکی تلویزیون است. اگر یگون چیزی غم انگیز بنویسید دیلافروز غمگین می شود. برای همین در نوشته هایتان خیلی احتیاط کنید، دیلافروز جان را دستگیری کنید در این جاده. میخوام که خداحافظی رو در شکل همون برنامه‌های تلاوتی پیشین بکنیم و خودت بکنین خداحافظی رو. خب عزیزان، این بود برنامه ناگفته ها. همه ناگفته ها رو اینجا گفتیم. خداحافظ. خداحافظ. تمام.